رفت. دست دوم دست قبل 2-1 باخت. شما رئالی. بله من یوام. بله. بریم. بچه‌ها شاهد باشید اگر من این بازی رو باختم دیگه هیچ وقت بازی نمی‌کنم. بریم آقا. 3-2 اجرا میشه. خدا برسه به دادت کاری سرت بیارم اسمت بره عیادت تا تو باشی برای من دیگه حد نیاری پارو اصاب منو توی دروازه این سر به سرم نزارم برای حکی رو دارم برای مکم میارم. اصلا مهم نیست چقدر گل بزنیم، مهم اینه که من میبرم. دست پیش انقدر دست کم گرفتم یه جایی گفت بازی بلد نیستم اون شکلی شد. این دست دیگه خدا برسه به دادت، خدا برسه به دادت کاری سرت میارم اسمت بره عیادت فعلا یه دونه عقبی ها تا تو باشی برای من یه حرف در نیاری پارو اصابه منو ای مردم نزاری. گل دوم به او خوشگله بگیر سر به سرم نزار. چه خوب میخونی قربونت برم. گل دوم. اصلا من دیدی هیچ استرسی ندارم چون میدونم آخر بازی چی میشه. اوه فیسوم رانو. اوه یه حمله به لحظات ملکوتی نزدیک میشیم. چرا خبری نیست. این خودش... گل جانانه رو نگاه کنید دوستان خوب من. وای چه احمقانه موقعیت از دست داد و توی دروازه میکشه بیرون این بازیکن. کامی از کجا تا بردی؟ چون به خودش یه قولی داده و به کامی از کجا تا بردی این موقعیت رو تونستی دفع کنی کامی؟ نه کاری سرت بیارم اسمت بره عیادت تا تو باشی برای من دیگه حد نیاری پارو اصاب منو ای مردم نزاری امکان نداره گل بشه. امکان نداره گل بشه. سر به سرم نزارم برای حکی رو دارم برای مکم میارم. دیگه حامد برای گل دوم داره اقدام جدی میکنه. این همه توی به 2 گل واسه این بچه خوشگل راضی نیستم. بریم برای گل سوم. گل قشنگی میشد اگه این ضربه بی‌نظیر، این گل عالی گل نبود که از 100 تا گل بهتر بود. اگه راست میگه بیا 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 عذاب میده حامد و در این واپسین لحظات. این گل زیبا، این گل به یاد ماندنی. وای و آخرین شوت دوست دارم. 2-1